وصیت برای غیر و وصیت به مال غیر چه فرقی با هم دیگه داره؟ ببینید، وصیت برای غیر با مثال، من همیشه میگم حقوق با مثال یاد بگیرید، خیلی راحته. من خونه متعلق به شما رو میگم بعد از مرگ شما برای فلانی باشه، این میشه وصیت برای غیر، یعنی هم معلق شده به فوت شما، هم مال برای شماست. حالا اگه شما تنفیذ کنید صحیحه، اگه رد کنی باطله، مثل معامله فضولی. اما وصیت به مال غیر، من خونه متعلق به شما رو میگم بعد مرگ خودم برای فلانی باشه، اینجا مال برای شماست، معلق شده به فوت خودم، این باطله. قاعدش اینه هر جایی که هم مال برای دیگری باشه، هم معلق بشه به فوت خود موسی فضول، اینجا باطله. بعضی فکر میکنن این استثناء بر قاعده معامله فضولی ماده 247، ولی در واقع استثناء نیست. اصلا این دومی اصلا دیگه اسمش وصیت فضولی نیست، این وصیت به مال غیره، چون هم معلق شده به مال غیر، هم معلق شده به فوت خود دیگری که من باشم. اینجا اصلا دیگه فضولی نیست، طبق قاعده ماده 247. دکتر تو یادداشت یک ماده 841 هم اینو توضیح داده. شاد و پیروز باشید.